همونطور که گفتم توی مشهد بازار خیلی زیاده، به ویژه توی میدون شهدا، چادر شهدا که زائر زیاد رفت آمد میکنه. مغازه، مجتمع تجاری خیلی. یکی از بازارهایی که اینجا خیلی معروفه بازار مرکزی مشهده تو چادر شهدا. الان میریم با هم میبینیم. سلام به همگی، وقتتون بخیر باشه. ممنون که در کانال تراول ویتا همراه من هستید. اینجا چهارراه شهدای مشهده و نزدیک حرم امام رضا. ببینیم اگر اومدید مشهد چی داره اینجا، کجا باید بگردید، مغازه‌ها چطوره. یکی از بازارهای معروف نزدیک حرم امام رضا و تو این چهارراه بازار مرکزی هستش، یکی از بازارهای قدیمی و معروف مشهد. حالا بریم بازار مرکزی هم با هم ببینیم. این بازار دو تا فاز داره یا دو قسمته و این فاز یک بازار مرکزی هستش که معمولا تایم تابستون که زائر بیشتر میاد شلوغ‌تر اینجا. بازار مرکزی فاز دوشه. ببینیم اینجا چطوره. این بازار هر چی که شما بخواین پیدا میشه، یعنی لنگ جنس دیگه. این بازار خیلی بزرگه و دیگه من ازش خارج میشم. بریم برای جاهای چادر شهدا به سمت حرم رو با هم ببینیم. ولی مثل امام رضا بود هر سال می اومد. یعنی هرچه جلوتر میریم دیگه نزدیک میشیم به حرم امام رضا علیه السلام.
نه چه قشنگه. مشهد یه تفاوتی که با بیشتر شهرها داره اینه هر جاشو که می‌بینی یه المانی کار شده، یه فضای سبزی داره، گل کار شده، خیلی شهر قشنگی اینجا. یه بازار دیگه است، بازار نگین مشهد در چند متری حرم امام زاده است. ببینیم چطوری این بازاره. این بازار تازه ساخته، منم ندیدمش، نیومدم. بازار مرکزی خیلی قدمت داره ولی این تازه سازه. داخل ببینیم. اینم یه مغازه دیگه که پر از سوغاتیه که کار فیزیکوبی خیلی خوشگلی داره. کارهای سرامیکی و سفالیش فوق‌العاده است. خیلی خوشگل. دکوپاژ سینی دیگه، باکس هدیه و سفره قلمکاری، اینو جو نشون بدم. اینو که کار فیزیکی